بله. بذارین برگردیم به عقب. شما فکر میکنین بازی که من شروع کردم میذارم اون تموم کنه؟ کور خوندی. بعد از کاری که با ماشین من کرد خیلی دلم شکست، چون من اون ماشین رو خیلی دوست داشتم ولی اون منو راضی کرد که این ماشین بدیه. البته من سعی رفتم ماشین خریدم و ضایع شد، ولی نیاز بود که یه انتقام توپل ازش بگیرم. خب تابلو نقشه رو بیارید. نقشه اینه: مصاحبه فیک. فروشگاه گیم اسپات رشت با خیلی از تولید کننده‌های محتوا مصاحبه کرده و کار کرده، ولی از قضا مصاحبه‌ای با علیرضا انجام نداده بود. مرحله اول باید با دانیال هماهنگ می‌کردم. مرحله دوم باید سوالایی آماده می‌کردم که میدونم رو مخ علیرضا میره. مهمترین چیز تو نقشه این بود که من بتونم ویدیو ضبط بکنم و علیرضا شک نکنه. پس تصمیم گرفتم که بهش بگم دارم ولاگ ضبط می‌کنم. اومدیم با یه ولاگ یه روز با منه دیگه. من چرا پشت دوربینم؟ چی شده جی؟ چی داره یه اتفاقی میفته این وسط؟ نمیدونم، فکر کنم ادیتور داره انگول کنه. واقعا اینجا یه اتفاقای عجیبی داره میفته. این چه مسخره بازیه در مورد یه روز با من پیرسنجه. امروز چه کارهایی داریم؟ تا اینجا از گوسفند لب گرفتیم برای ویدیو علیرضا، منتظر ویدیوش باشیم. داریم میریم علیرضا مباحثه کنه، مصاحبه کنه. بزنن منو احتمالاً میخوام منو دستگیر کنن به خاطر این ویدیوهای همجنس کرد. فقط بعدش کجا بریم؟ بعدش میریم منطقه بچه‌ها رو بگردیم. بریم بچه‌ها رو بگردیم. چرا انقدر لباس می‌پوشی؟ تو سرده. خیلی سرده. خیلی سرده. بچه‌ها پشت صحنه یوتیوبرها این شکلیه. آره. سیس استیو جابز گرفته واسه ویدیو. نه هنوز تموم نشده. سه تا لباس می‌پوشی. امشب داره برف میاد. پس بچه‌ها تو برف مامونه نه؟ خیلی شب برف میاد. ما فردا میتونیم با بچه‌ها در ارتباط. من هنوزم معتقدم اینو از تو جوب پیدا کردیم. نه فازارو. آره برادر لاکوش اینجا. به سرده. داشتم دیگه صدا سیمایی شده. بچه‌ها داره بوران میاد. اگر اومد تموم شد، ما ترسیدیم، اومدیم یه چند تا دستی بکشیم دور خودمون چرخیدیم، دیدیم نمیشه. بعد یه پلیس افتاد دنبالمون، رم زد عقب هامی. آره من ستاره ها رو انداختم رو شلوارم. آره ستاره رو شلوارم. آره تا دم در گیم اسپات رفتیم، یادمون اومد که من پایه دوربین شدم. اینو نباید گفتی دیگه، ما خفن بودیم داشت. سلام اومدیم اینجا. سلام داشتم فعلا چیه؟ فعلا اینه که به یک نحوی ما بخوایم با دانیال صحبت بکنیم و این ستا رو با هم ازش بگیریم. این ستا رو با هم ازش بگیریم. خیلی مخلصیم. نه چطوری؟ خیلی مخلصیم. آقای بابونوئل پای امروز جایزه بدی؟ آماده ای؟ آره سولو آماده که ایش بوشید؟ همه چی خب تو با آب اوکی؟ آره اوکی آره خوبیه. میکروفون اینا رو وصل کنی. من میگم اونو ما هنوز رو دوربین تست نکردیم، بذار رود وصل کنیم. همه چی داشت خوب پیش میرفت و بچه‌ها آماده ضبط میشدن. من و حامی هم رفتیم طبقه بالا قایم بشیم. من جام اوکیه، تو برو تو شروع کن. میشه حسی داری؟ دردمه فقط. به نظر خوب پیش رفته؟ آره دنی این کارشو تموم کن. آماده ای؟ بله. خب عالی. اتفاقا بگو ضبط رو شروع کنم. تا شروع شد. چطورید بچه‌ها؟ آقا در خدمت یکی از یوتیوبرهای جوون هستیم. همونطور که قول شده بودیم تو قسمت بعدیمون قرار بود که نه از اول اصلا چرت و پرت گفتم، فراموش کنید. علیرضا عتلی. سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی مخلصیم. آقا همونطور که می‌بینید قسمت بعدی مصاحبه با یکی از یوتیوبرهای جوون در خدمت شما هستیم. علیرضا عتلی عزیز. متلی. علیرضا خودتو معرفی کن. علیرضا متلی هستم، یوتیوبر، اینستاگرامر، هر چیزی که شما اسمشو میذارید و در خدمت آقای عزیز. سوالایی که انتخاب کردی لطفاً سخت نباشه. سخت نیست، خیلی سخت نیست. خیلی سخت. ولی خب سوالی که قراره که آقا من توضیح کوتاه بدم، قراره که چند تا استریمر جوون مثل ایشون هم بیاد این کار انجام بشه. یه سری سوالا اینجا من آماده کردم که کلا میپرسیم از همه به صورت مشترک. هدفمون کمک کردن به یوتیوبرهای تازه‌کار. کلا هدفمون کمک کردن به یوتیوبرهای تازه‌کاره. کسایی که میخوان رشد کنن و حالا این به کنار، سوالاتی که تو لایو از ما پرسیده میشه من جسارت میکنم قبلش تاییدش گرفتیم. علیرضا متلی عزیز
آقا بازی مورد علاقه چیه؟ بازی مورد علاقه‌م جی تی ای وی معلومه. همیشه بازی من از 4 سالگی جی تی ای وای سیتی بازی می‌کردم، یعنی از موقعی که یه پی سی اومد جلوم جی تی ای وای سیتی بازی می‌کردم تا همین الانش هم واسه جی تی ای وی بازی می‌کنم. کنسول مورد علاقتون چیه؟ به چه پلتفرمی علاقه‌مندی؟ پی سی گیمری، کنسول پلیری؟ نوستالژی برای من ایکس باکس 360 یعنی من اصلا گیم، یعنی شما از 4 سالگی جی تی ای وی داری تو 360 بازی نه وای سیتی رو داخل چیز بازی می‌کردم، یه پی سی سفید داغون نوستالژی که اصلا بهت میگم ببینی حالت به هم می‌خوره. ولی اولین کنسولی که خریدم ایکس باکس 360 بود. ایکس باکس 360 مورد علاقه علیرضا مطلی عزیزه. اصلا چطوری داری اینقدر اشتباه می‌کنی؟ من ببخشید. هر روز داری منو می‌بینی؟ نه عزیزم علیرضا. آقا رنگ مورد علاقت چیه؟ بنفش. خودتو با یه حیوان توصیف کن علیرضا. فکر می‌کنی بیشتر شبیه چه حیوانی هستی؟ فکر می‌کنی بیشتر شبیه چه حیوانی هستی؟ ظاهری. میمون. چه جور میمونی؟ چه جور میمونی؟ ببخشید البته. چرا داری این سوالا رو می‌پرسی؟ چون بچه‌ها یه ذره میخوام بدونن. خب بالاخره من و تو بچه‌ها میخوان کنجکاو باشن، میدونی که همه رو میشناسی دیگه. شامپانزه شبیه شامپانزه هستی؟ واقعا یعنی احساس که شبیه شامپانزه اینا داشت. یکم از کارات صحبت می‌کنی، توضیح میدی به بچه‌ها. من هر چیزی فکر کن آقا کسایی که معذرت می‌خوام اینو کلام پریدن، حل. کسایی که دارن ویدیو می‌بینن اصلا شما رو نمی‌شناسن. حل من همیشه اینو واسه بچه‌ها توضیح علیرضا کیه، چیکارا کرده فلان. هر چیزی رو خراب میکنم، هر چیزی رو ترکیب میکنم، حتی تو رو. و یکم هزینه‌های ویدیو من بالاه. یه لحظه میتونیم کات بریم، من یه سرویس برم ببخشید. مرسی. فکر نکنم. جاکیلی ردچی رو هم میدی؟ میشه ما بیای پایین این کاغذی که من دارم، من این کپی گرفتم، این کاغذ به تو هم بدم از شماره تنجیب اون برای تو بخون، من بگیم خیلی بهتره. من همه چیزایی که براتون نوشتم خود منم دارم، فقط یه کاری بکن. میشه از ادامه تنجیب خونی گفتم؟ اوکی من اون اوکی میکنم. میتونی یه تلفن، خب یه چیزی باشه، یه تلفن اونجا بذاری، خب که من بتونم صدای علیرضا رو بشنوم. صدای علیرضا رو ندارم. یه شماره تلفن بهت میگم، به اون زنگ بزن. نگو تلفن وفا رو بردار، خب به شماره تلفنی که میگم زنگ بزن. تلفن اونجا روی میز ول کن. همین. اینو بذار روی میز، هیچ کاری هم نکن. تلفن رو جواب بده. تلفن رو میتونی نزدیک‌تر بذاری، صداشو ندارم. اوکی برو، من بقیه‌شو بهت میگم. من یه لحظه 5 تا سوالو تو ذهنم به ترتیب بشینم، دوباره به استارتو میزنم تا شروع کنم. استارتو بزنی من سوالو رو بهت میگم. من حقیقتا کارهای علیرضا یعنی شما رو دنبال میکنم توی یوتیوب و اینا. بله. چند تا ویدیوهاتو دیدم با حامی. بله. ولی زیاد وقت ندارم. بیشتر ویدیوهای حامی رو نگاه میکنم. بیشتر ویدیو حامی رو نگاه میکنم که بعد. ولی آدم بامزه‌ای هستی. ولی آدم بامزه‌ای هست. تو اینستا چند تا ویدیوتو دیدم. تو اینستا چند تا ویدیوهات هم دیدم. خوب بود. خدا وکیلی خیلی خوب. شکرتم. چه حسی داری الان داری ویدیو میذاری؟ الان که ویدیو میذاری کلا چه حسی داری؟ روتین زندگیمو دارم انجام میدم. کاری که دوستش دارم. یعنی آخه چی شد اصلا تصمیم گرفتی مثل حامی یوتیوبر بشی؟ چون تا اونجایی که من از شما شناخت دارم اصلا دنبال یا پیگیر این کار نبودی. بودم. آها یعنی کلا پس ربطی به حامی نداشته؟ نه خب من و حامی از 10 سال پیش داخل آپارات با هم دیگه دلیل اصلیش یعنی حامی بود. آخه ولی دلیل اصلی یوتیوبر شدنت حامی بوده. یوتیوب داشتن شروع کردم ولی ادامهش ندادم که بس برمیگرده به 13 سال پیش. ولی دلیل اصلی یوتیوبر شدنت فکر می‌کنم حامی بوده، چون تو آپارات بودی. درست میگم؟ هر دو تامون تو آپارات بودیم. هر دو تاتون. خب پس چرا تو شروع نکردی زودتر؟ چرا زودتر شروع نکردی؟ به خاطر اینکه می‌خواستم من خارج از کشور شروعش کنم ولی هیچ وقت استارت غربی می‌خواستی بزنی. هیچ وقت نشد. با درآمد چند ماهت چقدر طول می‌کشه که بتونی یه PS5 بخری؟ 2 روز. چرا نمیخری پس؟ چرا نمیخری واقعا؟ داری؟ نه بمیدی 100% کی بهتر از شما؟ راستی چرا از ایران نرفتی؟ کرونا و بالا رفتن دلار. 2 بار من می‌خواستم از ایران برم، یه بار می‌خواستم برم فرانسه که بی خیال ولش کن. درجه عینک چنده؟ 3.5 رون پات؟ داداش نه نمیدونم به خدا. آقا اینا رو فدراسیون میخواد بدونه. این سوالا بعضش واسه اوناست به خاطر یه جایزه که میخوام بدن گفتن که از شما بپرسم. بعد سایز رون پات چند وجبه فکر می‌کنی؟ 2 وجب. حس چیه؟ که از اول کارت یه یوتیوبر موفق مثل حامی کریم کنارت بوده. حس عجیبی دارم الان. نه من نگفت، سوالم کامل نبود. حس چیه که از اول کارت که استارتشو زدی کنار حامی کی ام بودی؟ حامی کی ام موفق. حس برادر دارم نسبت بهش. تا همینجا که اومدم حامی خیلی کمکم کرده. بابات وقتی خواستی کارتو شروع کنی چی گفت واقعا؟ نظرش چی بود راجع به یوتیوبر شدن؟ هیچی نگفت. هیچی پدر شما نگفت؟
هیچی نگفت. بهش گفتی من میخوام کانال یوتیوب بزنم چی گفت؟ کانال یوتیوب بزنم چی گفت خب؟ بهش نگفتم. چند سال پیش یوتیوب زدی؟ استارت اصلی کانال من کمتر از 1 ساله، ولی استارت اولیه خب بعد سال پیش به بابات وقتی گفتی من میخوام برم ویدیو بسازم 10 سال پیش به پدرت هیچ نگفتی نه. سر؟ یعنی تو از 10 سال پیش می‌خواستی یوتیوبر بشی؟ یعنی شما 10 سال پیش بس می‌خواستی یوتیوبر بشی و استارتش هم زدی. آره چون زده بود. آریا کوکسر فکر کنم 7 سال کار میکنه. چون آخه من یه جا خونده بودم که آریا کرکسر گفته بود که من 7 ساله این کارو شد. یعنی شما از ایشون هم قدیمی‌تر چنل هستی. پوگو پیریچ رو اینجا سرچ کنید، اینجا میاد. بچا بذارید براشون پایین که بتونن. من دوست داشتم توی ویدیو حامی خیلی حرفای باحالی میزنیم. خیلی خوشم میاد که داخل ویدیو حامی حرفای بامزه باحالی میزنی، واقعا جدی میگم. سعی خودم میکنم. ولی یه سوالی که برای خیلی‌ها پیش اومده، چجوری تو فالوورات از پیج ما کمتره ولی یه دونه ویدیوت هم تو اینستا 30 میلیون ویو میخوره؟ چجوری میشه؟ آقا من این سوالو اگه این شکلی میپرسم از جانب اون کسایی که مثلا کامل من خودم نیستم. آره ما میخوایم پیجمون رو بکشیم بالا. یکی از روش‌های رشد فیک زدن آیا واقعا بکشیم بالا با توجه به این کامنتایی که الان من خوندم. میخوای وردی بگی تجربه در مورد فیک ویو زدن چیه؟ چرا فیک ویو میزنی؟ فیک ویو زدن چیه؟ فیک ویو زدن؟ چرا فیک ویو میزنی؟ من فیک ویو میزنم. آخه منطقی نیست با فالوورات 30 میلیون ویو بدی. منطقی میگن نیست آخه. آخه 30 میلیون 80 کی دستم میکنم تو ببین 30 گوشیمو میلیون در میارم. 80 کی خودت بگو متلی. من فیک ویو نمیزنم دنی جون. نه ول کن. آبروبرترین ویدیو ول کن، نه اونو ولش کن. بریم تابلوترین ویدیویی که گرفتی چی بود؟ تابلوترین؟ آقا آبروبرترین ویدیویی که فکر می‌کنی گرفتی. اصلا این ویدیویی که واقعا پشیمون شدی از اینکه آپلود شد. صورتمو سبز کردم رفتم توی خیابون با موز به خاطر شرک؟ بعد بابات واکنشش چی بود اون ویدیو؟ پدر شما بنده خدا تمام اینا رو میدید و هیچ ریاکتی نشون نمیداد که چرا پسرم این کارا رو میکنه. این پس شد بی‌آبروترین ویدیو. موقعی که رفته بودین ترکیه با حامی تو هم پیش آریا کوکسر رفتی؟ یه سوال بعد آمادگی داریم؟ نمیخوای چیزی بخوری؟ پذیرایی هم نکردی؟ یه قلوب بزنی. منم بزنم. این که همیشه خوردی؟ آره. خیلی باحال. کوکاکولا. خیلی باحال. آقا موقعی که رفته بودیم موقعی که رفته بودی ترکیه با حامی شما هم پیش آریا کوکسر رفتی؟ بله. کجا رفتین؟ رفتی خونه‌شون؟ خونه‌شون؟ چرا تو ویدیوشون رفتیم نبودی؟ امار. چرا تو ویدیوشون نبودی؟ چون که منو تو خونهشون راه نداده بودم. فکر می‌کنی چرا یوتیوبرهای بزرگتر با در ارتباط نیستن به جز حامی؟ من سوالام تلخه. چرا فکر می‌کنی یوتیوبرهای خیلی بزرگ مثلا با فالوورهای زیاد با ارتباط ندارن به جز حامی؟ شما ارتباط ندارن ولی حامی با شما ارتباط داره؟ ولی یعنی مثلا اخلاقت مشکل داره؟ یعنی اخلاقت بدی یا مشکلی هست که مثلا جدیداً ما با هیچ کس ارتباط نداریم. جدیدن علیرضا عتلی با هیچ کس ارتباط نداره جز حامی، درسته؟ متلی. موقعی که تو کارتو شروع کردی حامی چقدر بهت کمک کرد؟ خیلی. تو مدرسه مسخرت میکردن؟ نه من نمیگفتم. من اصلا کلا در مورد زندگی شخصی آقا صبر کن من یه حقیقتی رو میخوام بپرسم. من یه حقیقت مهم ازت بپرسم. خیلیا میگن که تو حامی با هم دیگه دوست پسرین. خیلی ها میگن که شما و حامی دوست پسرین. خب این تو خیلی از کشورها جا افتاده، جدی میگم. اصلا چیز خاصی خواستم بگم که میای توی برنامه ما لو بدی. اینو تو برنامه میشه بگی اگه واقعا هست همچین چیزی؟ مطمئنی؟ مطمئن؟ یعنی بابات هم اینو میدونه؟ یعنی پدرتون هم اینو میدونه؟ چیو میدونه؟ که ارتباط شما مثلا اونقدر چیز نیست؟ میدونه. تو یوتیوب ویدیو گیم میذاری یا آموزشی؟ توی یوتیوب ویدیوی غیر اخلاقی هم گذاشتی؟ بله. یا آموزشی میذاری بیشتر؟ آموزشی. ببین نه سبک ویدیو تو دارم میگم. تو یوتیوب ویدیوهایی هستن که غیر اخلاقی باشن که من نمیتونم الان تو این برنامه بگم، یا کلا آموزشی میذاری؟ بذاریم نمیتونیم. علیجان توی ویدیو یوتیوبت هم با همین دغدغه‌بازی‌ها ویو میگیری؟ توی ویدیوهای یوتیوبت هم با همین دغدغه‌بازی‌ها ویو میگرفتی؟ بله. اگر تو حامی با هم جوابشو بوکس ندید. بدین کی میزنه؟ این با هم دیگه مسابقه بوکس بدید فکر میکنید کی برنده اون فایت؟ واقعی من. شما واقعی من. چون با هم توی مطمئنی؟ خونه این کارو کرده بودیم. آره. من ناک داون میکنم اون با امتیاز میره. قارت میکنم. آقا ببخشید اگه سوال دنی، خیلی بود ولی مرسی. عالی بودی. دمت هم گرم. واقعا دنی تا الان هر چیزی که من داشتم بهش میگفتم و داشت تکرار می‌کرد. مرسی. خسته نباشی.
صبر کن. نه تمام نشده دیگه. جایزه رو بهش بده. قشنگه. جایزه رو داستان با توجه به واقعا بازخورد و جنبه‌ای که علیرضا از خودش نشون داد. همین تو فکر می‌کنید بین این سه تا کدوم سزاوار علیرضا است؟ من احساس می‌کنم نینتندو رو ازش ولی من احساس می‌کنم ایکس باکس PS5 رو بهش بده. علی سورپرایز امروزمون مبارک. علی قادر اینکه سوالای خیلی بدی پرسیدیم خیلی ازش اساسا به هم زدیم گفتیم بدی PS5 بدیم. یا حالا امیدوارم از دست منم راحت نشده باشه. توش خالیه این که نه خب بازش کن. خالیه جعبه خالیه. ای بابا یه بار دیگه می‌خواستم گیرت بیارم. عمران چه حسی داری؟ بعد اصلا اول سوالا میگم فهمید دیگه واقعا من خیلی زارن تا از این خونم کوچولو دوستتون دارم ولی شوکه شد به خدا وسطاش دیگه سوالات اصلیو که گفتی من فهمیدم نه آقا چرا این بازی فکر کنم ادامه داد.